بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حاج داملایشن نورالدین جان، روز 3 مارس سال جاری آموزگار کارمند شعبه معارف ناحیه رودکی ظفر کبوتو در مکتب رقم 85 دهه آل سامان به خوانندگان صنف 8 هنگام دیدن گفته است که شما که پیغمبر میگوید او صفر است، دوزخ گفته میترسانند، این همه دروغ است، شما نترسید، دوزخ وجود ندارد. از شما جناب داملا خواهشمندم چنین زیایی دعوای سیاهی میکرده را به جای خودشان بنشانید. با احترام خبرنگار سعدالله موسی. السلام علیکم. بابای شما یک گروه از شهر دوشنبه از سخاوت می باشیم. در ناحیه رودکی یک شخص به نام کبوت به دختران همین محله گفته است که شما سطر نکنید. آنها را دشنام داده است که این سطر نیست، این لجام خر است و پیغمبر خدا را دشنام کرده است و جوانان ریشدار هم را دشنام کرد. از شما خواهش میکنیم که این گپ‌های ما دروغ نیست، شما جواب گویید، به این بدبخت نصیحت کنید. مخلص شما یوسف جان. خوب کن عزیزان من. البته این سخنها را من پیشتر شنیده بودم و به خاطر که انیق نمیدانستم چی شده است من جواب ندادم. لیکن شنیدم در گزیت نجات هم دیروز مقاله در این باب برآمده است. بچه ها نجات گیره خانیتان. اکنون این شخصی که پیغمبر برای ما صفر است گفت هیچ است، من به این خطاب میکنم دادر عزیز، معلم نامحترم صدقی نام معلمی شوی، صدقی نام استادی شوی. حیف همون دولت و ملتی که تو بار این کافر بالای مسلمان ها دا فرزنداش تقدیر شده دستی تو داده است. اولش تو وزیر معارف، دوم رئیس معارف ناحیه‌تان، سوم رئیس ناحیه رودکی، چهارم جناب عالی خودش برای خاطر این بیادابی تو در پیشگاه خدا فقط جواب میتیان. فقط جواب میتیان. خداوند مرافعه سودی دارد. شاید این ظفر امروز کسی مرافعه نکند، دشمن از خفاشن امریکا و اروپا پشتیبانیش میکنه، اما خدا مرافعه دارد. آن روز در روز مرافعه خداوند کسانی که این روی کار آوردن، کسی لجام این نکشیدن، کسی به آدابی او را تحقیر او را نسبت به 1 میلیارد مسلمان نادیده گرفتن، در مرافعه سودی قطعی شریک هستند. دادر عزیز، این سخنی که تو برای پیغمبر بزرگوار ما گفتی این بار اول هم نیست و آخر هم نیست. از روزی که آفتاب محمدی طلوع کرد، از روزی که این انسان از جانب خدا فرمان پیغمبری گرفت و لا اله الا الله محمد رسول الله را شروع کرد، از آن روز این جانب دشمنان مثل تو مقابل او سخن گفتگی هستند. قرآن برای ما این حکایه کرده است: و یقول الذین کفروا لست مرسلا کفی بالله شهیدا. کافرها برای پیغمبر گفتند محمد تو پیغمبر نیستی، تو رو خدا نفرستاده است. همین گپی که تو گفتی مشرکای مکه هم گفته بودند، همین گپی که تو گفتی هم مسلکانی تو در اروپا هم گفتند، اما خدا در جواب اونها چی گفت؟ حبیبی من محمد از این آزرده نشو، از این خسته خاطر نشو. در جواب اونها با صبر استاده بگو قل کفی بالله شهیدا. شاهد بودن خدا برای پیغمبری من کفایه است. اگر همه جهان انکارم کنن، آفریدگار جهان الله خود شاهد است که محمد است، محمد رسول الله. معلمی نامحترم صدقی نام معلمی شوی، تو جناب عالی را تحقیر کردی. همسر جناب عالی را که امروز سال برای زیارت این پیغمبر بزرگوارش رفته بود تحقیر کردی. ما که تاجیکستانیان 90% من زائدتر مسلمانیم، همه ما را تحقیر کردی. تو خودت چی حساب میکنی؟ تو خیال میکنی که به این گپت آبروی محمد میریزانی؟ تو میخوایی به این گپت آبروی اسلام ریزانی؟ تو میخوایی به این گپت آبروی قرآن ریزانی؟
نبود آبروی علماء رو ریزانی نمیتونی. تو همون کورس پرک هستی که در مقابل آفتاب نمیتونی چشکشایی. تو همون پشه‌ای ضعیف و قناتهای تنک داری که میخوای نوری آفتاب خاموش کنی نمیتونی. محمد پیغمبر خداست. محمد محبوب دل هاست. محمد 1.5 میلیارد پیرو دارد. آی لعین، آی ناکس، تو باید همسایه‌هات رعایت میکردی. من از مردم آل سوید خواهش میکنم که اگر از بالای این در اداره های داخلدار شکایت نکنن، والله پیغمبر خدا همین شما رو شفاعت نمیکنه. مردم آل سوید، مردم که فرزندای شما از این سگ، این تحقیر آیدی پیغمبرتان شنیدن، والله اگر خاموش استید و دعوا نکنید، شکایت به جناب عالی نکنید، قسم به خدا این روز جمعه است، این محراب رسول اکرم است، شما رو پیغمبر روتان نگاه نمیکند. از علماءتان سر کرده به مردم عوامتان و راهبراتان. ببینید در دنیای غرب، دنیایی که حکومت پر به دست کافرها هست، وقتی پیغمبر خدا را صورت چه کرکتور کردن، چی در شویتزار یا چی در دانمارک و چی در هر کجا 500-600 تا همگی مسلمان است، طاقت چند تاق نشد و برآمدن میدان دا. اعتراض خود بیان کردم. مردم آل سوید، شما باید با زن و بچه و دختراتان تمام مردم پیش راهبر ناحیه تا میرفتید، میگفتید این کی است؟ آی ظفر، صدقی نام ظفر شوی، تو مغلوب هستی، تو شکست خورده هستی در همین دنیا هم در آخرت هم. تو بدان کی محمد وارث دارد، محمد پشتبان دارد. والله قسم به خدا همین قدر که از اختلاف در جامعه میترسم، از ناآرامی جامعه میترسم، از قسم به خدا که جناب عالی رو حرمت میگم و الا شور بخیزانم کی از خدا ترس. اینها همه برای محمد اشک ریخته ایستادیان. آب دیده این جوانه برای محمد است. والله اینها لخچه در دل دارن که اندک پف اینها رو باید طوفان مبدل میکند. آی سگی لعین، هرچی شوخی دارد احکام دین شوخی ندارد. تو خود کافر هستی، ما با تو کار نداریم. آی سگی لعین، ما با تو، اما با پیغمبری ما کاردار نشو، با دین ما کاردار نشو، با قرآن ما کاردار نشو. والله ما تحقیر خودمان میبرداریم. ما رو کسی حقارت کنه صبر بکنم. من مکتوب های آمدگی است که حقارتون کردگیان بخواد، من صبر دارم، اما در مقابل تحقیر اسلام و قرآن و محمد صبر نمیکنم. خدا از ما طلب کرده است که محمد یاردم کنیم. خدا از ما پیروان قرآن بندگانش طلب کرده است که محمد پشتبانی کنیم. شما خاموش میستید؟ نویسندگان محترم یگان مقاله ننوشتید؟ شاعرای محترم یگان مقابله ننوشتید؟ علماهای محترم یگان موعظه نکردید؟ پگه خدا چی بگیم ما را؟ یا الله، خدا چی بگید؟ خدا چی میگه عزیزان من؟ انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا. خدا میگه این مردم، من محمد پیغمبر کرده فرستادم، وی شاهد دهنده بر وحدانیت من است، وی ترساننده شما را از دوزخ است، وی نجات دهنده شما را از آتش دوزخ است، بشارت دهنده به جنت است. وظیفه شما امت اسلام بر تمام گوشه و کنار لتؤمنوا به این پیغمبر ایمان بیارید. یکم و تعزروه، پیغمبر پشتبانی کنید، دوست دارید. مفسرین کرام و تعزروه زمین راجع به سوی محمد کردیان. اگر پیغمبر کسی تحقیر کند شما شنوید و خاموش باشید، والله شما هم در گناه و شریکی است. شما دیوسی در دین سختری از دیوسی در ناموس و در ملت است. تو مرتد هستی ظفر، تو مرتد هستی. این حکم خدا هست، این حکم قرآن است، این حکم اسلام است، این حکم مجتهدان کبار من به مردمی که در اون محله تو زندگی میکنی خطاب میکنم. اگر تو بیمار، الله فرصت داری،
توبه کنی خدا توبت قبول میکنه. لیکن توبه نکرده روی تو را جنازت درست نیست، تو را اوقاتی میکردگید خوردنش حرام است، تو را نکاحت با همسرت بریده شده است. من به همسر تو مادر عزیز خطاب میکنم، اگر این شوهرت با نکاح اسلامی گرفته باشی، مادر از همه رو سر کرده بو هم خواب بگید با تو حرام است، خودت نگه دار. تا وقتی که توبه نکند، کلمه عرضه کرده مسلمان نشود، لا اله الا الله محمد رسول الله نگوید، مادر عزیز تو را نکاحت به او حرام شده است، تو را جمع گشتنت به او حرام است. این حکم اسلام است. پیغمبر خدا میگه من بدل دینه فاقتلوه، کسی دینش عوض میکند او را حکمش قتل است. مثل که خائن ملت، خائن دولت حکومت رحم ندارد، اسلام هم خائن ملتش در رحم ندارد. قرآن میگه و من یرتد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. این حکم آخرتی تو در آخرت همراه با لیل میخیزی، همراه با مرگ میخیزی. اسلام دین است که صاحبش خدا هست، محمد انسان است که پشتبانش الله هست. مشرکای مکه نتانستند محمد به جهان سیاه کنند، صلیبی ها نتانستند محمد در جهان سیاه کنند، چنگیز نتانست با او قدرت و قوش اسلام و محمد سیاه کند از بین برد. 70 سال کمونیستان نتانستند اسلام و محمد سیاه کنند و از بین برند. دیدی در بین 10 سال، ببین در بین 10 سال هزارها میلیونها جوانان رو به اسلام آوردند. این دین خداست، این محمد حبیب خداست، فرستاده خداست. در قلب هر مؤمن محبت او هست، در قلب هر جوان محبت او هست، در دل هر کودک از مادر تولد بشود والله در خونش محبت خدا و رسول است. تو نمیتونی با این سیاه کردن با او بیچاره دخترکا عقیدشان ویران کنی. لیکن من از معلمی که همراه تو در همون صنف، معلمی که همراه تو در همون صنف بود و این گپ از تو شنید و خاموش ماند، من به او میگم حیف تو بار این دانشجو، حیف تو بار این مسلمان، حیف تو بار این تاجیک. تو لااقل در مقابل این سگ همون ایستادگیره که یک ژورنالیست، یک خبرنگار در مقابل بوش کرد، نتانستی یک مشت از دهانش زنی، نتانستی کفشت برداری دست سرش زنی. والله تو را از معلمی پیش میکردم، من هر با تو رو $100 آیلیگ میدادم. خاموش ایستادی پیغمبر تحقیر کرد، خاموش ایستادی دین پیغمبر تحقیر کرد، با گوش کردی. همین است مسلمانی. خدا رحمت کنه حضرت علامه اقبال چه میگوید؟ چون به نام مصطفی خوانم درود، از خجالت آب میگردد وجود. عشق میگوید که ای محکوم غیر، سینه تو از بتان مانند دیر. چون نداری از محمد رنگ و بو، با درود او میالا نام او. چون مولود میخوانه، شما در مولودها صلوات میفرسته، وقتی که محبت پیغمبر در دلاتان نیست، وقتی که ناموس محافظت از پیغمبر نداره، شما صلوات میفرسته. ننالم من کس، ننالم من کس، مینالم از خیش که ما شایان نامی تو نبودیم. آره یا رسول الله، ما لایق امتی نبودیم، اما محل صف خداوند مای نالایقه، مای به غیرت و به ناموس امتی تو کرد. والله کعب ابن الاشرف سردار یهودی های مدینه بود، به خاطر یک سخن به آدابانش در یک شب صحابه پیغمبر او را از بین برکشتند. من نمیخوام اینا رو تکرار کنم، من باز میگم نمیخواهم جمهوری من رو ناآرام کنم، نمیخواهم آرامیش بر هم زنم و الا کار میکنم که و با شما معلمان محترم خواهش میکنم به پیغمبری ما کاردار نشوید. خب تو باور نداری، به حال خودت باش. قرآن چی میگوید؟ قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. شما به خدا و به پیغمبر و به دین خدا و به حکم شریعت مسخره بازی میکنید.
قد کفرتم بعد ایمانکم، اگرچه در اول مسلمان بودی الان کافر شدی. تو این حکم قرآن است، این سخن خداست. جوان عزیز، حالا هم فرصت داری، حالا هم فرصت داری. نه پیش امام خطیب ناحیتان گو من از روی نادانی این گپ گفتم، شاید از روی نادانی گفته باشی. توبه کن، لا اله الا الله محمد رسول الله گو. همسرت از سر نکاح کن با زندگی کن و الا تو مرتد هستی. در دل مسلم مقام مصطفی است، آبروی ما ز نام مصطفی است. آره من میفهمم شما بارین اسلام بدبین ها، پیغمبر بدبین ها ناراحت است وقتی که این جوانای گلگل شکوفان ببینید در مسجد. من میدانم شما ناراحت است وقتی که دخترکای مسلمان میبینه با حجاب اسلامی چند گلی شکوفتی ایستاده در مسجد، شما ناراحت بشه، زیرا که شما همون ابو جهل هسته. ابو جهل وقتی که مکه آمد، بیت الله را که دید، خانه خدا در اطراف 4 میلیون آدم نماز میخواند، موی سر شکند، از سرش خاک چاشید، فریاد زد. چی گفت؟ سینه من از محمد داغ داغ. علامه اقبال تصویر میکند، سینه ما از محمد داغ داغ، از دمی او کعبه را گل شد چراغ. از هلاکی قیصر و کسرا سرود، نوجوانان را ز دستی ما ربود. شما هم تو بگویه این جوانان را که میبینه مسجد ها آمد ایستاده، والله شما به مردن تا راضی هسته. اما باز میگویم بدان که این اسلام آفتاب است، این محمد آفتاب است، این اسلام محتاب است و محمد محتاب. تو نمیتانی با این سفسطه های خود پیش نور اونها رو گیری، نمیتانی. خاطرت جمع کن. حیفی همون پدر مادری که تو رو به دنیا آورد، حیفی همون پدر مادری که تو رو فرزند کرد و از تو آینده نیک امیدوار بود. حیفت دادر عزیز. بنابراین عزیزان من، باز حالا من شاید در حالت احساسیت دیگران سخنی به آدابانه گفته باشم، از شما معذرت میخوام، اما من از هیچ کدام شما راضی نیستم که یگان کاری خلاف قانون کنید. من از شما همین قدر میخوام که زیتاد نویسید، به سایت پرزیدنتی نویسید، به جناب عالی نویسید، شورای عالی نویسید، دعوا کنید که چه پیغمبری ما را. شما والله همین قدر کنید، پیغمبر از شما راضی میشود. لیکن همین هم نگوید و خاموش باشید، نه من خدا میبخشد و نه شما را، نه من پیغمبر شفاعت میکنه نه شما را. خب اگه وقتی ما هم به پایان رسیدیم، خداوند من بسیار میخواستم که همین تو چیزها برای من نرسد، لیکن چه ایلان باز میبیاد. کدام وقتی در گزیتی SSR بود خواندم، وقتی قزاقستان رفت 2 سال پیش بود، یک مقاله کدام ژورنالیست نوشته بود، ایشان نوردین حقارتچی گفته. خوب در اونجا من هرچی سخنهای بی آدابانه گفته بود، اما به خاطر خودم بود. در این 2 سال باری هم من در صحبت خود درباره اون ژورنالیست و او خبرنگار چیزی نگفتم. من هرچی گویان، اما من هیچگاه خاموش نمیستم وقتی که پیغمبر ما رو تحقیر کنند، وقتی که اسلام ما رو بد گویند، وقتی که قرآن، خاموش نمیستم. من در وقتی پرسش اداره داخلدار کمیته بخاطر هم این گپ گفته بودم، اگر دهان رو گفتم صوت کنه والله با دستم می نویسم، با حرکات هم نشان میتیم مردم وقتی که مقابل خدا و پیغمبر و دین حرکتی به جای شما کنید. خداوند حاکمای ما را انصاف اتیاد که پیش راه این تو کسانی که دشمنان ملتن، دشمنان اسلامن، میخواهند تفریقه ایجاد کنند، خداوند پیش اینها را گیرند. من از ششم عدلهای محترم، از کمیته چیکای محترم، کمیته بخطری خواهش میکنم به جای ما ملا رو فیراد کرده برده پرسیدم و بیار پرس. اما هیچگاه دولت آرامش نمیخوایم خلال دار شود.
مقصد ما آرامیش است، مقصد ما سیاست جناب عالی رو دستگیری کردن است، مقصد ما تینجی است. اما فقط میخواهیم جوانای ما اصلاح شوند، جوانای ما عرقخور و نشأمند نشوند، دخترای ما زیناگار و بی‌حیا نشوند. ما اینو میخواهیم. خداوند همین شما را عزیزان من، جوانای خوشرو، همت اسلامی تان بیدار کند و ناموس دینی در راهبریت ما هم پیدا شود و مثل لااقل مدودوف رئیس جمهوری روسیه چه نوای غیرت کنند. کدام وقت در تلویزیونات تماشا میگن، بار دیگر هم شما بگفته بودم، کدام پروفسور در انیورسیته لماناسوف در کافدره صحبت میکند درباره حضرت عیسی، مثل این سگ بارین حضرت عیسی را تنقید میکند و سیاه میکند. من به او باور دارم. این وای گفتم به خاطر همین خدرگو خود مدودوف فرمان از کار خارج کردن او رو برآورد. خود پرزیدنت روسیه عنوانهای علمیش همش گرفت. برای چی؟ برای خاطر پیغمبر تحقیق کرد. منم از جناب عالی این چشمدار است، مگر همین کار جناب عالی نکند والله من خاطرم از اینها دیگر جمع میشه. بعد